الو من به هتل ایران رسیدم. آره ببینم میخوام 2 تا اتاق برای من و برای زنم و بچم. میتونم بیام برای امشب؟ آره میگن ایران میخواد اسرائیل نابود بکنه. من میخوام فرار بکنم بیام ایران. میتونم؟ آره تشریف بیارم. اما من از اسرائیل میام. میتونم بیام؟ بله. پاسپورت کجایی داری شما؟ پاسپورت اسرائیل. پاسپورت اسرائیل نمیتونی بیای ایران. چرا؟ خودم میام میبرمت با یک نگاه میدازمت. ما دوست داریم، ما همه آدم ها رو دوست داریم، منتها به شما ویزا نمیدن که بیای ایران. میخوای که من بیام؟ بله بیا، من خوشحال میشم ببینمتون. آره بیا. خب میام. کی میای؟ نمیدونم، ببینم اگر میتونم برم فرودگاه و بیام میام. کجایی هستی؟ شما خودت کجایی هستی؟ من از اصفهان هستم. بله. خب از اصفهان داری میای؟ نه از اسرائیل. ولی اصفهان زندگی میکردی؟ زندگی میکردم آره. ولی امروز الان اسرائیل زندگی میکنم. میخوای برات یه آهنگ فارسی بخونم؟ بله. هر کوچه به کوچه، هر خونه به خونه، هر کوچه به کوچه، هر خونه به خونه، دنبالت میگردم تا برگردی خونه. خب خداحافظ. بله خداحافظ. بیا اینجا هستم. اوکی میام. بای مرسی. بای.